مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 فوریه سال 2023 در نشر نوبتی هفته‌نامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از بازداشت 5 عضو یک گروه نشر جلاب با رهبری منون و مصادره 104 کیلو حشیش و متامفتامین خبر داد. بنا به گزارش پدپلکوونیک نصرت الله محمدزاده، سردار مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، بازداشت این افراد 4 ساکن نویه رودکی و یک ساکن نویه 5 سوی کارمندان ریاست کوفتکوف جنایی صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی اسم دستگیر شدگان را نیز نشر کرد. شریپوف عبدالمنان مولیدینوویچ، سال تولدش 1979، ساکن نویه رودکی، قبلا برای قلابی سود شده است. سفرف اسکندر نظرویچ، سال تولدش 1984، ساکن نویه 5، قبلا با جرم قاچاق مواد مخدر به 8 سال زندان محکوم شده بر اساس قانون عوف پیش از مهلت به آزادی برآمده است. یوسفوف سوراب محمد رحیمویچ، سال تولدش 1987، ساکن نویه رودکی. فاضلوف نعمت الله غیرتویچ، سال تولدش 1992، ساکن نویه رودکی. شریف محمد عبداللهویچ، سال تولدش 1993، ساکن نویه رودکی. خود دستگیر شدگان برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی، مبلغ گذاری و سرپرست مالیوی این دسته سوراب یوسفوف و رهبر دسته منون بوده. یوسفوف برای دسترس کردن مواد مخدر به منون $29,000 داده است. سوراب یوسفوف در این گزارش اعتراف میکند که در حقیقت به عبدالمنان شریپوف $29,000 دادم برای خریدن مواد مخدر. وقتی که اسکندر با ماشینش 100 کیلو بار آورد، من خودم دیدم این را. وزارت کارهای داخلی گفت رهبر دسته منون با گروه نشر جلاب در افغانستان همکاری داشت. خود منون در این گزارش میگوید با عالم نام شخص شنا شدیم و این شهروند افغانستان به ما 100 کیلو بار روی کرد، حشیش بود، قبول کردیم و به ولایت سوخت فرستادیم، ولی اونجا بارو فروختن نتوانستیم و گردانده آوردیم، ولی در دوشنبه کارمندان میلیسا دستگیرمون کردند. اسکندر سفرف نقل کرد که در نویه 5 بارو قبول کرده، بالون گاز ماشین گاز 31 را بریده و 104 کیلو حشیش را در داخل آن جایگیر کرده به دوشنبه آورد. برای تو دوشنبه رسانیدن بار به من $3,000 پول وعده داده بودند، گفت این ساکن 5. نعمت الله فاضلوف و محمد شریپوف در این دسته مسئولیت به ولایت سوخت بردن بار را به دوش داشتند. آنها 104 کیلو مواد مخدر را در ماشین خونده استارکس در جای مخفی پنهان کرده تا ولایت سوخت بردند، ولی نفری را که باید بار را قبول میکرد پیدا کرده نتوانستند. باز همه این 100 کیلو بار را برگردانده با خود به دوشنبه آوردند. به اعضای این گروه نشر جلاب بر اساس قسم 4 ماده 200 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قاچاق مواد مخدر به مقدار مخصوصا کلان در هیئت گروه متشکل از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی گفت هر کدام از دستگیر شدگان از 2 تا 15 فرزند دارند و دست کم 15 فرزند آنها اکنون میتوانند برای سالهای طولانی از تربیت و نوازش پدرانشان محروم شوند. تاجیکستان که با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی از آن سوی آمو به تاجیکستان و از تاجیکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره تبدیل یافته است. هر سال مقامات تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر اساساً تولید افغانستان را مصادره میکنند.